محترم عبدالرشید احمدزی هستند، استاد پوانتون هستند و پیرامون ارزش علم در جامعه صحبت‌های از ایشان خواهیم داشت. استاد خوش آمدید، صبح زیبای شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما، همکاران تکنیکی و بینندگان تلویزیون ملی. ممنون شما. ارزش علم، خب اگر از بود اسلامی کمی پردازش بتین که ارشادات الهی پیرامون ارزش علم چه شده میتون؟ علم ارزش و جایگاه بسیار بلندی را داره، به خاطر که انسان با وسیله علم میتونه 3 سوال اساسی زندگی خود را جواب بده. اولی که ما چرا به دنیا آمدیم، دوم که از کجا آمدیم و سوم که به کجا میره. علم است که این نقش را ایفا میکنه و برای انسان راه را نشان میده تا که چی گونه و به کجا خود را برسانه. در مورد علم روایت بسیار زیادی هم آمده است، هم در قرآن ثابت شده و هم در احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم بیان شده که در آیه 9 سورت زمر خداوند متعال میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابر هستند؟ قطعا که نخیر. پس علم است که این فرق را بین انسان ها متمایز میشه. و حتی یک مقوله عربی هم است که بیان میکنند، وجود مقوله عربی گفتند که العلم حیات و نور، علم که است روشنایی است و زندگانی است، و الجهل موت و بور، و جهل که است، بی‌علمی که است، نادانی که است، این بر انسان مرگ است و تاریکی است. پس ما ارزش بسیار والای هم از لحاظ دینی برای علم قائل هستیم و هم از لحاظ اجتماعی که امروزه ما به او سر و کار داریم. پس علم یک گزینه واحد است که انسان را به تمام موفقیت‌های اخروی و دنیوی میتونه برساند. درست است. جناب استاد، بین روی اوضاع کنونی که بر تحصیل در افغانستان مهیا است صحبت‌های شما داشته باشیم. مثلا حکومت ها معمولا صدای خود را بلند می‌کند و زمینه تحصیل را فراهم می‌کند. حال هم هر کسی که می‌خواهند فرزندانش را شامل مکتب بکنند میتونند با داشتن یک تذکره برند ثبت نام بکنند و شامل مکتب شوند، درس بخوانند. زمینه پانتون را هم برشان مساعد کردند. اونایی که باز لیاقت و خلاقت و ابتکار دارند، تحصیلی از دو باز به سطح بلند هم حکومت برشان آمادگی میکنند و علاقه مردم هم با درس هستند. پس چرا ما در افغانستان شاهد همچون مشکلات که در جریان هست در بخشی از تحصیل داریم؟ چی چیز باعث شدن؟ کی ملامت هستند؟ کجای این ریسپان گری خورده؟ سلامت باشین. بحث علم یک بحث بسیار کلان و وسیع است. برمیگردیم به سوالتان. در ماده 43 قانون اساسی افغانستان بیان شده که هر افغان حق تعلیم را بالای دولت به طور رایگان داره و دولت دوره درس‌های ابتدایی و تا درجه لیسانس را به صورت رایگان به اتباع خود باید تقدیم کنه که بنابر پروگرام‌های ویژه او را چی میکنن؟ ترتیب میکنن. دولت کار میکنه، مکاتب اعمار میکنه، مدارس اعمار میکنه، مؤسسه‌هایی هستند که در کنار دولت فعالیت‌های خود را انتقال میدن به مردمایی که دهنشین هستند و هم از تعلیم کم ذره به دور هستند، برای آنها مؤسسات را میرسانند. ما خودم شاهد مؤسساتی بودم که در بخش حقوق زنها، حقوق اطفال و هم اهمیت علم و آموزش را این مؤسسه‌ها یا ماش میدادن، کار میکردن و بعدا این مؤسسه‌ها رفتن به مناطق دوردست و کار میکردن. ریشه از این فعل نهفته به هر دو طرف است. یکی ما مردم افغانستان زود قناعت میکنیم در یک چیز. در کسب علم ما باید بسیار حریص باشیم. یگانه چیزی که تلاش را از ما سلب میکنه همین که ما بگیم بس است دیگه، ما به اوج رسیدم. تا مقطع لیسانس، مقطع ماستری و مقطع دکترا و هم بخشی از علوم دینی را کسی بخونه فقط فکر میکنه که دیگه ما علم را تماما کردم و خلاص شد. گرچه شما قضیه موسی علیه السلام را شاهد بودین که موسی علیه السلام وقتی گفت که ما در از لحاظ علمی به اوج رسیدم و تمام علم را یاد گرفتم، خداوند متعال برای یک نمونه مثال نشان داد. وقتی به نزدیک دریا رفت، در دریا متوجه شد که یک پرنده یک قطره آب نوشید. یک قطره آب که نوشید، خداوند متعال برش فرمود که ببین موسی، علم تو به اندازه یک قطره آبی که پرنده نوشیده است، اما علم یک بحر بسیار کلانی است که ما برای از اون نباید هیچ وقت قناعت کنیم. حریصانه باید مطالب علم باشیم. درست است اوضاع اجتماعی تاثیر داره، درست است اوضاع اقتصادی تاثیر داره، اوضاع امنیتی کشور تاثیر داره، اما اینها بهانه‌هایی است که ما خود ما برای خود میپالیم. ما خود ما میگیم که ولی کشور حالتش خوب نیست، ما درس نمیخونم. یک مسئله دیگه هستن جناب استاد، برای درس یک انگیزه هم ضرور هست. یک انگیزه هم ضرور است. ما وقتی که برای مکتب و پانتون
برای آموزشگاه میریم، به امید از این میریم که آینده ما درخشان شود و آینده ما را علم بتونه تضمین بکنه. انگیزه وجود نداشته باشند چگونه یک جوان برند و درس خود را ادامه بدن. یک موضوع و موضوع دیگه می که اوضاع اقتصادی هم تاثیرگذار هستن. یک فرد را مثال بتیم که با داشتن یک کراچی و با فروختن یگان دست فروشی که میکنه و 6 نفر از اعضای خانوادهش را چگونه بتانند که معه بکنند برای درس. سوالتان گرفتم. انگیزه برای ما شما امی باشه که توسط علمی که ما دارم خود را میتونم برسانم. ناخودآگاه خانوادی خود را هم رسانده هستم، ناخودآگاه جامعه خود را و حتی در یک بخشی از وطن خودم خدمت کردیم. فرض نیست که همه ما باید یک چیزی را یاد بگیریم که باید خدمتش به تمام اقوام افغانستان، به تمام افغانستان برسه. اگر در حدی که من استعداد دارم و کار کنم، تکلیف بکشم، هم خود را برسانم در سطح علمی، هم یک جایگاه توسط علم در جامعه برای خود پیدا کنم، پس این خودش و هر وظیفه خود را بشناسم و سرش عمل کنم، پس این خودش یک انگیزه است برای من. چرا که من اول خود را تا که نرسانم، من چگونه دیگران را تشویق کنم، من چگونه یک ایدئولوژی منظم برای آینده خود داشته باشم. اما علم روشنایی چشم و روشنایی قلب ما و شماست. این همیشه تصور نشه که ما باید توسط علم خود مادیات خود را پوره کنیم. نه، مادیات نه، بعضا علم ارزش معنوی انسان را بسیار بلند میبره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را شما ببینید، علمای بزرگ اسلام را ببینید، علمای بزرگی را که در تاریخ غرب تیر شده شما ببینید کیها سرمایه داشتن، اما نامشان امروز هم در تاریخ ثبت است. امروز ما از نظریات و چیزایی که یا استنباط کردن، علومی را که استنباط کردن، ما مستفید شدیم و اونا رو ما با مطالعه میپردازیم. پس این یک رکن اساسی است که باید ما از لحاظ معنویات در علم خود برسانیم، نه که ما همیشه باید یک چیز رو بخوانم تا که ما بتونم مشکلات اقتصادی ما رفع کنم. و برگردیم به مسائلی که شما گفتید که بعضی اشخاص مسائل مشکلات اقتصادی دارند. بود اقتصادی یک بود بین المللی است، نه تنها در داخل کشور ما او را بحث کرده میتونیم. اما شخص توانا شخصی است که در حالات سختی بجنگه. در حالات راحتی خو هر کس میتونه علم را بیاموزه، اما کسی که در حالت سختی، فشار اقتصادی، فشار روحی و معنوی و مسئولیت‌های خانوادگی و جامعه را که به عهده داره، در کنار از این به درس بپردازه. نظر بسیار کوچکی را دارند به این عرصه اشخاص. اولا خو شست و برخاست با اشخاص نخبه و دانا و علما. ما بعضی اشخاص را دیدیم که هیچ علم نآموختند، هیچ درس نرفتند، اما شست و برخاستشان با اشخاص بسیار بالای نخبه و علما بوده. خودشان نیم علم را از نشستن با اونا یاد گرفتند. علم همیشه نیاز نیست که ما یک سند را باید در قبال علم خود داشته باشیم. علم که در اینجا باشه و زبان ما فصاحت و بلاغت گفتار زور داشته باشه، این علم ماست. پس نشست و برخاست با افراد عالم، مطالعه خودی که در خانه ما مطالعه کرد، کتاب ها خود اختیار ماست. حتی من دوستایی را دارم که برای من میگن که چقدر کتاب کار داری، ما برای تو بتو. پس تو یک دوست ما نداره که از او کتاب مطالعه کنیم. ما بعضی سوالای خود را اکثرا از دوستا، انتخاب دوست خوب هم اثر خود را داره. دوست خوب است که امروز ما را به این موقف رسانده. دوستای خوب ما هستند، همیشه ما در جیران هستم. حتی درست که ما بیکار بودم مرا میگن بیا یک درس بریم بخوانیم. یک درس ما میرم. استاد اگر یک زمینه تحصیل خوب در افغانستان مساعد شوند به نیروی جوان، به اطفال افغانستان، سر نیروی جوان هم تاثیرات مثبت خود را از بود مهاجرت هم داره دیگه. بالکل. برای اولین چیزی که بعضی افغان‌های ما و شما در عموم جوانان این را میگه که در افغانستان میگه علم نتیجه نداره پس من میرم مهاجرت میکنم. نه خیر. افغانستان به من و توی نیاز داره. افغانستان به کسی نیاز داره که واقعا رسیده باشه. امروز در ساختار دولت ما خودم در این موقف که هستم، ما خیلی بسته‌های کاری در دولت برای ما مهیا شده نکردیم به خاطر که ما به تدریس خود ادامه میدم. اما ما متوجه شدیم که چقدر نیاز است به اشخاصی که میفهمند، به اشخاصی که در علوم دنیوی یا مهارت داشته باشند، به اشخاصی که در علوم معاصر یا مهارت داشته باشند. نیازمندی بسیار بزرگ است. فقط مشکل مهمی است که ما مراجعه هیچ وقت نکردیم. مراجعه نکردیم، کار نکردیم، تلاش نکردیم. تاثیراتش بالای جامعه چگونه خواهد بود جناب استاد؟ تاثیراتش بالای جامعه، یک جامعه را حتی دانشمندای بزرگی گفته که شما اگر میخواین یک جامعه را از پا ریشه‌کن بسازین، پس یک روز شما مراکز علمی آنها را کوشش کنین عقب بیندازین. اما چی خواسته که اشخاص نخبه در علم رسیده، جوانای بسیار اندیشمند ما در افغانستان داریم، بسیار رسیده ما شما در افغانستان داریم. سطح علم در افغانستان بسیار به اوج خود رسیده. شما آخرین ابتکار را از افغان‌ها می‌بینید که یک موتور بسیار مدرن را ساختن که از لحاظ دانششان به افغانستان چقدر منفعت را رساندند.
پس این خودش سبب میشه که افغانستان اگر اشخاص نخبه و دانا و دانشجو و جوانان نیرومند و برومند خود را از دست بده، جامعه به رکود علمی مواجه میشه. وقتی که علم نباشه، تاریکی باشه، بدبختی ها ما دچار میشیم. نمیتونیم در سه علم، تکنولوژی، پیشرفت های اقتصادی، سیاسی و جامعی ما داشته باشیم. شما امروزه شاهد هستید دنیا کوشش میکنه، امروزه جنگ قلم است، جنگ اقتصاد است. دنیا کوشش میکنه که در سه اقتصاد، در سه قلم خود را برسانه. چی است راهکار شما، چی است برای حکومت؟ راهکاری را که ما در نظر گرفتیم یعنی که کوشش میکنم که یعنی همیشه یک جوانانی که در افغانستان امروزه موقعیت دارند، وجود دارند، اولین چیزی که سازمان های بین المللی اجازه داده شد تا در افغانستان سازمان های غیر انتفاعی و سازمان های غیر وابسته به دولت ها، این چگونه به همین موافقت برسیم؟ پس این موافقت را دولت زمینه سازی میکنه. دولت باید کار کنه، به دولت ها، به سازمان ها برسانه و بفهمانه که ما در عرصه علم چقدر کوشا هستیم. دولت شدن راهکار شما برشانی شد که نهادهای بیرونی بیان در نهادهای بیرونی بیان، اینها تشویق میکنن، کار میکنن. دولت خودش هم کار کرده میتونه، دولت خودش کار کرده میتونه که مراجع را بسازه و هم جذبیات را اعلان کنه و هم یک سیستم منظم تدریسی را هم معیار قرار بدن. ما همیشه در چارچوبات اسلام و دنیا ما مسائل علوم را مطالعه میکنیم. سوال قسمی مطرح میکنم که اجر و پاداش حضرت اساتید ما که تدریس میکنند چه خواهد بود؟ یگانه چیزی که در افغانستان بسیار ما مشکلات را از دورانهای قدیم میبینیم که به طبقه استاد و هم معلم بسیار کم دیده شده، هم از طرف جامعه هم از طرف دولت. ما اگر ببینیم یگانه کسی که دولت خود را به اوج میرسانه، یگانه کسی که دولت خود را به رفاهای اقتصادی و سیاسی و تکنولوژیکی میرسانه معلم و استاد است. ما این را خاطر نمیگم که من خودم استاد هستم، اما این ارزشی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرماید که انما بعثت معلم، ما معلم مبعوث شدیم به خاطر شما، به خاطر راهنمایی شما ما معلم مبعوث شدیم. پس جایگاه بسیار بلند و والای را معلم داره و تغییر دهنده یک دولت و یک کشور هم خود معلم است که با دانشی که داره باید برسه و دولت باید توجه به این قدر داشته باشه. توجه بسیار زیادی را دولت داشته باشه تا که منافع اینها هم تامین باشه، تا که چیزی را که اینها دانشی را که دارن دو برابر از او به محصلین و متعلمین خود برسانند. درست. جان سپاس جناب استاد عبدالرشید احمدزی، استاد پانتون، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و روی ارزش صحبت‌های شما داشتیم. بخیر باشین، سلامت باشین.